السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به یک چند سوال ها جواب میگوییم. میگن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر یک سوال جواب میگفتید ضرور است بسیار. بسیاری هم میگن تو حج رفتن یک کم بزاعت یاردم کنی حجت قبول میشه. همین رو جواب گویی. بسیار آدم ها برای همین گپ بحث میکنن. من میگم نمیشه و ها میگم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد انسان روز قیامت برای اجرا نکردن فرضها در پیشگاه پروردگار جواب میدهد. کسی اگر زکات نمیدهد این گناه کبیره است، در پیشگاه الله تعالی جواب میدهد. لیکن غیر زکات دیگر صدقه های نافله او نافله است، مستحب است. کسی که خیر میکند ثواب میره، کسی که خیر نمیکند مادامی که زکات را داده است گناهکار نمیشود. کدام انسانی که برای او حج فرض شده باشد او باید حج رود. بله اگر زکاتش را باید در وقتش دهد، اون مسئله زکات علاهیده است. لیکن این خیلی گپ نادرست است که اگر به همسایه ها به یار و دوستا خیر کند بعد رود. حج که فرض شد باید حج را اجرا کند. حضرت عمر رضی الله عنه به امیرهای شهر و ناحیه ها مکتوب کردند که ببینید کدام انسان هایی که در شهر و ناحیه‌تان قرار دارند قدرت حج رفتن دارند و حج نمی روند، اضربوا علیهم الجزیه ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین. گفتن از آنها جزیه گیرید. گفتن جزیه اصلش از کافرها گرفته میشه، اونا مسلمان نیستن، اونا مسلمان نیستن. حضرت عمر سخت میگرفتن. مقصد به حج روید، مادامی که امکانیت دارید روید و این بهانه ها را پسی سر کنید.